توی فراگمان دوم قسمت 72 شربت زغال‌رخصه میبینیم که فاتح میاد خونه معشوقه عمر و باهاش وارد رابطه میشه. بعد این اتفاقا گورکم از رفتارهای فاتح بهش مشکوک میشه. Biriyle mi yatıp kalkıyorsun sen? گورکم میاد پیش فاتح و بهش میگه تو ماخواست که حتی به من دست هم نزدی و من شک میکنم که داری بهم خیانت میکنی. فاتح هم باهاش سرد برخورد میکنه و بهش میگه که تو آخرین کسی هستی که میتونی از من حساب بپرسی و گورکم از این رفتارش خیلی ناراحت میشه. تو سکانس بعدی میبینیم که گوکان برادر گورکم میاد پیش عمر توی شرکت و بهش پوزخند میزنه و میگه که این آخرین روزای تو توی شرکته. بعد این رفتارش عمر که نمیتونه به بی‌احترامی گوکان تحمل کنه میره پیش برادرش و باهاش راجع به این قضیه حرف میزنه. عبدالله به عمر میگه گوکان یکی از شریکای بزرگ منه و اونم حق اظهار نظر توی این شرکت رو داره و تو نمیتونی باهاش اینجوری حرف بزنی. تو سکانس بعدی نیلای و پنبه رو میبینیم که دارن با همدیگه غیبت میکنن. بعدش نیلای رو به پنبه میگه من این روزا به مصطفی شک میکنم چون رفتارهای خیلی عجیبی ازش سر میزنه. بعدش فاتح میاد پیش مصطفی و راجبه اون دختره ازش سوال میپرسه چون فاتح دیده بوده که دختره اومده بوده کنار مصطفی توی شرکت و وقتی که فاتح از در اتاق میاد تو دختره دستپاچه میشه و سریع از اتاق فرار میکنه. توی سکانس بعدی میبینیم که جمال از قصد چای داغ رو میریزه روی گوشی کوولجم. بعد این اتفاق به بهونه اینکه ازش عذرخواهی کنه و کارش رو جبران کنه گوشیشو میگیره که تعمیر کنه و بعدش هم بهش پس میده. کوولجم از جمال تشکر میکنه و فکر میکنه که هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که جمال توی مدت یه برنامه روی گوشی کوولجم نصب کرده بوده که هر اتفاقی بیفته متوجه بشه. تو سکانس بعدی دیت نورسما و پارتنر جدیدش رو میبینیم که با هم دیگه توی کافه نشستن و دارن میگن و میخندن. بعدش نورسما بهش میگه من یه کمکی ازت میخوام که فقط تو میتونی اون کار رو انجام بدی. بعدش که نورسما میاد توی خونه گورکم باز میره پیشش و سعی میکنه که خودشیرینی کنه و این نورسما خیلی سرد باش برخورد میکنه و بهش میگه که من گول این رفتاری تو رو نمیخورم. و اما توی سکانس بعدی میبینیم که پنبه و عبدالله کنار همدیگه نشستن و دارن راجع به آیندهشون صحبت میکنن. پنبه به عبدالله میگه من فکرامو کردم و تصمیم گرفتم که ازت طلاق نگیرم و تو میتونی تا هر وقت که بخوای توی این خونه بمونی. ولی عبدالله درخواست پنبه رو رد میکنه و بهش میگه که من تا چند روز آینده با دخترم این خونه رو ترک میکنم. تو سکانس بعدی میبینیم که دعا و مری توی باغچه خونه‌شون نشستن و دارن راجع به فاتح حرف میزنن. دعا رو به مری میگه که من احتمالاً هنوزم نتونستم فاتح رو فراموش کنم و از اتفاقاتی که بینشون افتاد برای مری تعریف میکنه. تو سکانس بعدی فاتح به یوسف میگه برو اون دختری رو پیدا کن که داره سعی میکنه خودش رو به مصطفی نزدیک کنه و من باید تعاطی این قضیه رو در بیارم. بعدش هم میبینیم که توی همون شب فاتح و گورکم تو بغل همدیگه نشستن و کم کم دارن به همدیگه نزدیکتر میشن. بعدش هم میریم تو خونه عمر رو میبینیم که پارتی گرفتن. متهان با دوست دخترش و مامان دوست دخترش که همون اکس عمر هم میشه که دارن همدیگه چارچایی دارن خوش میگذرونن. بچه اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید و برای اینکه بیشتر از این ویدیو ببینین لطفاً چنلمو سابسکرایب کنید.